خب زور کنیم. نه به چهره بمونم فقط. بفرما خواهد مشکل نداره. بله بفرما نمانش بفرما. نه یک کمتر آرام باش، یک کمتر وزمین شه. انا چی را میگم، انا یک این آدمی که به نام شاعر برآمد و به یک طرزی که تواضع گر همه خواهی رفیق بید مجنون شو، اگر چی او به بالا می رود سر بر زمین دارد. تواضع های دشمن مکر صیادی بود بدیل، که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. اینا خم خم رفتنش بهر قتل مرغان بوده و این آمده خودش شاعر معرفی کرد که اگر که ما دو طرف اگر تنقید کنم و گروه چی را مخالفین یا که حکومت به همین شکل وارد شده. ببینین ما در اصل داریم شاعرهایی که در فقط در تملقکاری و در مدح اونمان باداراشون هستند. اما من برای شما یک شعر اقبال میخوانم و خاصتا به همین انسان ربط داره و کسانی که امروزها از حکومت رحمانوف دفاع میکنن. میگه که شاعر اقبال میگه که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. شاعر خوب گوش بگین را کی گفته نمیدونم، شاعری فرخاری گرفت نمیدونم ویجاگیری گرفت. میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهر داشت ولی نزدی قبا و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگ پیشی سگ سرخم کرد. این شاعرایی که امروز مدح میکنن و تملقکاری میکنن، کفکوبی میکنن، پایکوبی میکنن نسبت بادارشون، نسبت یک ظالم، اینا شاعر اصلا خودش یک شخصیتی که در جامعه آبرودار است، یک انسانی محترم است. اما اینها به او اندازه از امو گوهری که دارن، اینها به او اندازه گوهرشون از دست میتین زمانی که در تملقکاری و در چاپلوسی میگذرن، که حتی خوی چنین انسان، حتی شاعر میگه اقبال میگه که از سگان هم بدتر هستند، که یعنی از خوی غلامی زی سگان خوارتر است. من ندیدم که سگ پیش سگ سرخم کرد. حتی سگ پیش سگ دیگر سرخم نمیکنه. اما اینا این شب و روز و همین نمود کسانی که بازوهای حکومت هستن پیشتر در بارشون ذکر کردی رفتی، اونها به او اندازه آمدن پایین رفتن که انسانیت، وجدان، احترام، همون یک احترامی که یک انسان در وجود خودش از طبیعت، یعنی که طبیعی الهی در او هست، اینا به او اندازه پایان میروند که حتی سگ هست به او اندازه پایان نمیروند. این شاعر باشه و چنین شاعرها باشن و همین نمود بازوهایی که از حکومت حمایت میکنن، امروز اون سرنوشت اونها به چی آمد رسید. پس پیغامی که پیشتر برای اونها گذاشتی و یا که در برای اونها صحبت کردی، این شعر هم به اونها ربط داره که ببینین کاری که شما کردین و یا که کاری که در آینده کسانی که چنین حمایت میکنن انا کاری میکنین که به همون اندازه پایان میرین، از سگم پایانتر. یک قصه است که زمان یک مرد با زنش در راه شب میبروین استادشون خب خیلی زاره و تولا میکنن که ما را رها کنین. این راهزنا میگن که ما شما را رها
وقتی که دزدا اینا را رها میکنن میگن نکه برین دیگه راهتون دستتون خلاص است برین از پشت کارتون بشین. وقتی که این طرف میاد این شوهر طرف این زن نگاه نمیکنه بعد زنش میگرده میگه که ای مردک آخه برای چی قهرت کرده است نگاه نمیکنی طرفی ما. میگه که آخه چی در پیش اون رقص کردی؟ آخه میگه من رقص کردم که ما را نجات پیدا کنیم، ما را به همین شرط ما را هوی میکردن. آخه گفته این میگرده میگه که آخه اونا تنها گفتن که رقص بکن، اون نگفتن که تمام مهارت اخت نشان بدی. همون جنباندن کده که اینها هم عیناً همون کاری زن میکنن. اگر اینا را یک کم ترک اگر اشاره کنن عیناً کاری همی زن میکنن که اگر درباره وطن دوستی اگر گپ زنین یا که بر ضد مخالفین گپ زنین اینها دیگر همون تمام مهارتشون نشان میدن. تهمت بر ضد مخالفین، تهمت بر ضد مبارزا، دشنام، تحقیر، یعنی که همون کاری که همون زن کردگی است. بلیاز خدا شما هیچ ارزش پیش این حکومت نداشتین و ندارین و در آینده هم کسانی که چنین شخصیت ها میان ارزش ندارن. از همه خاطر کاری اون زن نکنین که فقط شما را یک اشاره کردن که برقصین و شما را جواب میتیم و شما تمام مهارتتون را نشان میتین. سینه جنبانی هم میکنین، کفکوبی هم میکنین، پایکوبی هم میکنین، خلاصه هر نموده که در مهارتی که دارین برای اون رهزنان نشان میتین. نشوه که یک روز دیگر اینا بازم در همون قبقانی همونا بخرین بعد بفهمین که ما چی میگفتیم و شما چی میگید. خلاصه همین پیغام بدک به این شاعر و به دیگر کسانی بازوهای حکومت بدن. تشکر زیاد. زنده باش.